به همکارم خورشید همدم که از این تحولات در دوشنبه مشاهده میکند مراجعت میکنم. خورشید، درباره بکار حزبی گذاشتن سید مراد فتاح زاده به جای سفر سفرف، یکی از سابقه‌داران این حزب خلقی دموکراتی، چه ها میگویند؟ واقعا در حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در سطح رهبری با جز امام علی رحمان که رهبری حزب هست، معاون اول و همچنین معاون دیگری او شخصیت های نو آمدند که یکی از آنها معاون اول این سید مراد فتاح زاده که قبلا یاور رئیس جمهور در مسائل اجتماعی و رابطه با جامعه فعالیت میکرد و همینطور معاون دیگری او رعنا باباجانова دکتر علم و یکی از مسئولان حکومت ولایت سوخت. رئیس جمهور حتی در انجمن 12 حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تاکید کرد که هدف از این تغییرات در سطح رهبری حزب حاکم، البته از یک طرف این فعالیت کردن این نسل نو، چون که رهبر فعلی معاون اولی رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان سفر بودند که از نسل به قول کلانسالتر بودند و از طرف دیگر هدف این آمادگی جدی دیدن به انتخابات پارلمانی سال 2015 در تاجیکستان است. خبر احتمال دپوتات شدن و از وظیفه بلندی وزیر اقتصاد و سودای تاجیکستان رفتن شریف رحیمزاده یکی از افراد حرفه‌ای و هم سریکار حکومت تاجیکستان، حداقل ژورنالیستانی بسیار در حیرت ماندند. چون این تصمیم به نظر شما از کجا منشأ میگیرد؟ آمدن این گونه شخصیت ها در پارلمان شاید سیاست رئیس جمهور باشد که همزمان رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان هست. رحیمزاده همانگونه که گفتیم اقتصاددان خوب هست و با توجه به تغییرات‌های کلی و تحولات‌هایی که در منطقه و جهان در زمینه اقتصادی صورت می‌گیرد، حتی تحریم‌های اخیر علیه روسیه از سوی غرب، شاید رئیس جمهور هم وادار کرده است که تا شریف رحیمزاده، البته یک منصبدار جوان هم هست، او را به پارلمان وارد کند و به قول قانون‌های بسیار هم معاصر و بسیار هم ضروری را در جهت رشد اقتصادی در شرایط فعلی برای تاجیکستان تهیه نماید. تشکر. همکارم خورشید همدم از دوشنبه بود.